قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ومدح رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد. سروران عزیز و دوستان بسیار ارزشمند، از بیانات زیبا و شیوای پیش امام مسجد آقای محمد نظر همه ما کسب فیض کردیم. خدای عزوجل گوش کردن و شنیدنی های همه من و شما را به درگاه خویش قبول و مقبول بفرماید. به سبب ضیق وقت سروران عزیزان یک قطعه از حدیث از سرور کائنات محمد عربی صلی الله علیه و سلم تلاوت شد، قرائت شد، دقایق خدمت شما تفسیر میشد، توضیح داده میشد و همه شما را به خدای رؤوف و مهربان میسپاریم. امروزم صبح زمانی که از بالا تشریف آوردیم، اوضاع مسجد را دیدار کردیم و زحماتی که دوستان و سروران و عزیزان جوانان و نوجوانان متحمل شدند و به دوش گرفتند، واقعا قابل تشکر است و قابل سپاسگزاری است. الله رب العزت جوانان و نوجوانان ما را بیدارتر بفرماید. عشق مسجد، عشق محمد رسول الله و عشق خدا در دلهای همه جوانان و همه نوجوانان ما خدای عزوجل احیا و زنده بفرماید. انشالله چیزی نمانده است که کار مسجدم درست بشد و در این صحرایی که شما صف بسته اید به خاطر ادای فریضه الهی، ادای نماز جمعه، از یک طرف شاید سردی باشد، از یک طرف شاید بالاخره تهاجم و حملات باران. اگرچه تهاجم و حملات باران هست، بازم باران رحمت است. حالا سنگ باران نیست، همون باران عذابی که بر قوم حضرت لوط علیه السلام سنگ باران نازل شد، این از اون باران نیست، این باران رحمت هست که به همه درنده و گزنده و خزنده و عالم انس و جن فواید بیشمار در بر دارد. از این لحاظ سروران عزیزان، همه ما باید الگو باشیم، نمونه باشیم برای جامعه و همه من و شما باید احساس داشته باشیم نسبت به جایگاه نمازمان، نسبت به مسجدمان و نسبت به عبادتگاهمان احساس مسئولیت باید بکنیم. تعداد از مردم در صدر اسلام به نزد سرور کائنات افضل رسول، اشرف المخلوق، امام الانبیاء، سید المرسلین، سید الاولین والآخرین، سید الکونین حضرت محمد عربی صلی الله علیه و سلم تشریف بردند و عرض شد یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، شمایی که خاتم الانبیاء رحمت للعالمین کافت للناس هستی، از شما میپرسیم بهترین مکان در 7 کره زمین و بدترین مکان در 7 کره زمین کدام مکان هست؟ حضرت رسول صلی الله علیه و سلم ساکت شد و عرض کرد که پاسخ شما را روزی بعدی خواهم داد. ساکت شدن بالاخره یک شخصیت در مقابل یک سؤال نافهم خودش علم است. خوب گوش بکنید ملاها، شماهایی که بالاخره علم بدوش دارید، زیاد انسانیت و بشریت نزد شما تشریف میارند به عنوان سوال، به عنوان پرسش، به عنوان نافهمی مطالب و مسائل و مباحث. اگر حضور ذهنی نداشته باشید فیلپور جواب ندهید. ساکت شدن شما از جواب نادرست بهتر هست، ثوابش خیلی بالا هست.
از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم این سوال را کردند، چون حضور ذهنی نداشت و مطالب و مسائل مباحث برایش روشن نبود ساکت شد و فردا جواب شما را میدهم. یعنی فردا درب خدای عزوجل را میزنم، تماس تلفنی با خدای عزوجل برقرار میکنم، هر چیزی که خدای عزوجل برای من توسط وحی عنایت کرد، و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی، اون زمان وحی آسمانی جواب شما را بالاخره میدهد، ظاهر و آشکار میکند. از این لحاظ سوالی که در ذهن نیست نباید بالاخره فی الفور پاسخ گفته بشد. یا اینکه سروران عزیزان حضرت امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سفری داشت، بر اریکه مسند قدرت خیش قاضی القضات اون زمان حضرت ابو یوسف را گذاشت. گفت وقتی که مردان و زنان، جوانان و نوجوانان، ریش سفیدان، مادران و خواهران و دختران برای مطالب و مسائل و مباحث دینی، سیاسی، ظاهری، باطنی تشریف میارند، شما قایم مقام من هستی و واجب است که پاسخ اینها را بدهید. تعداد زیادی از مردم بالاخره به نزد قاضی القضات، بهترین شاگرد حضرت امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رحمت تشریف آوردند، سوالات زیادی مطرح کردند. نصف سوالاتشان پاسخ داده شد، اما تعداد 70 تا سوال کمتر و بیشتر به پاسخ ماند. گفت اینها را مطالعه میکنم، تحقیق میکنم، بررسی میکنم، بعد پاسخ شما، بعد جواب شما را عرضه خواهم کرد. وقتی که حضرت امام اعظم از سفر برگشت، آقای قاضی القضات ابو یوسف رحمت الله علیه رحمت نزد استادش کارگزاری داد. گفت تعدادی از سوالات را پاسخ دادم، اما تعداد 70 تا سوال کمتر و بیشتر به پاسخ نزد من ماند. گفت چرا پاسخ ندادی؟ گفت اینطور نیستی که من حضور ذهنی نداشتم، نه خیر، حضور ذهنی داشتم، میدانستم که پاسخ سوال چی است، اما از باب احتیاط، از باب تقوا، از باب اخلاص، از باب خدا ترسی که خدای ناخواسته کلمات نادرست، جملات نادرست، پاسخ نادرست و خطا و اشتباه از زبان من سرزد نشود و روز قیامت نزد خدا و نزد رسول خدا در میزان و ترازو مورد بازخواست خدای عزوجل قرار نگیرم. اینها را گذاشتم تا دوباره کتابها را نظر بکنم، دوباره کتابها را ورق بزنم و بعد پاسخ را بالاخره دقیقاً بدهم. بعد گفت حالا اون چیزی که پاسخ نداده ای شما نزد من پاسخ بده، ببینم اگر پاسخ میدادی بر مبنای حق و واقعیت بود یا بر مبنای خطا و اشتباه. همه اون 70 سوالی که کمتر و بیشتر به پاسخ بودن روبروی حضرت امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رحمت پاسخ داد. حضرت امام اعظم عرض کرد همه پاسخهای شما بر مبنای حق و حقیقت و واقعیت هست، اما احتیاط را نگاه بکنید، احتیاط را نگاه بکنید. گفت من از ترس خدا، من از وحشت روز قیامت که خدای ناخواسته شاید کلمات اشتباه، جملات اشتباهی از زبان من در بیارد، من گفتم کتاب اثر نو نظر میکنم بعد پاسخ شما رو میدم. از این لحاظ وقتی که بالاخره ایده از مردم نزد سرور کائنات محمد عربی صلی الله علیه و سلم تشریف فرما شدند و از ایشان سوال کردند که بهترین مکان در 7 کره زمین و بدترین مکان در 7 کره زمین کدام مکان هست، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم چون حضور ذهنی نداشت، هنوز وحی آسمانی برای پاسخ نآمده بود، ساکت شد. گفت روز بعدی جواب شما را میدهم. ساکت شدن یک انسان در مقابل سؤال نادانسته، نافهم و حضور ذهنی نداشته باشد دلیل بر تقوا و اخلاص و تقوا و خدا ترسیش است. اما پاسخ
نادرست و پاسخ بالاخره غیر صحیح و پاسخ غیر مطالعه دادند، به خاطر اینکه مرا مردم نگویند که سوال مرا جواب نداد، مرا مردم نگویند که این بالاخره سواد ندارد، مرا مردم نگویند که بالاخره این مطالعه کامل